در کارگهی کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش. حضرت جلال الدین بلخی در مثنوی خود آیه آفرینش آدم چنین یک آوردگی هستند که میگویند که چون که سانه خواست ایجاد بشر، از برای ابتلای خیر و شر. جبرئیل صدق را فرمود رو، مشت خاک از زمین بیستان گرو. او میان بست و بیامد تا زمین، تا گزارد امر رب العالمین. دست سوی خاک برد آن معتمیر، خاک خود را در کشید و شد حزیر. پس زبان بگشاد خاک و لابه کرد، کی به حق خالق خلاق فرد. ترک من گو بیرو جانم ببخش، رو بیتاب از من اینان خنگ رخش. در کشاکش های تکلیف و خطر، بهر لیله علم را اندر مبر. بهر آن لطفی که حقت برگزید، کرد بر تو علم لوح کل پدید. تا ملائک را معلم آمدی، دایما با حق مکلم آمدی. که سفیری انبیا خواهی بودن، تو حیاتی وحی جانی نی بدن. و این آغاز برای آن گفتم که این وابسته است به آنه که خود ما آدمیزاد از همین خاک آفریده شده و هر کلاهگری که با این خاک کار میکند یک پیوستگی با اون اعجازی که پروردگار در آفرینش آدم داشتن یک ربط دارد. و از این رو من این کسبی که امروز بهر خود انتخاب کردم، این گویم که آخرین ایستگاه من است، آخرین انتخاب من است. برای من از این هنر دیگه بالاتر هیچ هنری نیست. فاضل ناصیرов یک نفر از اهل هنر، یک نفر کلالگری معنی آفر که با اعجاز دستان ماهر خویش به خاک و آب و لای اصالت آفرینش می بخشد. او از جمله کسانی است که خود اگر شاعر نیست، ایجادش شعر است و اگر نویسنده نیست، آفریده هایش اثر بزرگ است با معنی های بلند. یکی عنصر اساسی کار کلاهگر این تیار کردن همون لای، کار کردی لایش. لای اگر نپزد و طوری در کاری تیار نشد، همون مولی که میسازد البته یک نقصی پیدا میشه. و این روی همین منظم سوم کردن و بعد پیش کاری که در چرخ میشد باید که انم خیلی به طوری لوله میگوییم لای تیار کرده شود. وابسته به حجمی که مثال چی ساخته میشه در چرخ، اگر کاری چرخی باشه. وزیره کم بودی همین که چرخای مهان به طوری بسیار خوب ساخته شدگی، نه استوایی هوسکار ساختگی، مرکزی خوب نیست. به هر نوع در چرخ هم میگون چکر آدم میکنه. این هر چقدر زیادتر کار کرد شود، چکلی که میگن که اگر خمیر بسیار مشت زده شود و نانی نرز می شود و لای استای کلاهگر هر چقدری که نرز سوم کرده شود و همون قطر از وی یک مصنوعات خوب ساختن ممکن می شود. این یک عشق بود، عشقی که من در اولاد ما کلاهگر نیست و در تربیت ما هم این تقدیری ازل بوده است که من باید به همین کلاهگری روم. اولین استاد من اشورالی یادگاروف سالهای 1982 من به خانه پیشاهنگان ناحیه شهر نو، آن وقت تابعیت حصار بود، به درس رفتم و ما اول به کارهای کم رسم کشی مشغول بودیم و بعدتر من کاری با گل را دیدم که استاد ما از لای هر گونه اسپکچه ها می ساختند و آسته آسته این چیز در دل من مهر پیدا شد و بعد خدمت
حربی سال 1990 من به همون خانه پیشاهنگان آمدم که من در اونجا همچون معلمی راهبری محفلی کلوب دوستی اینترنشنالی بودم و برگشت آمدم و در اونجا من سال 1991 اولین محفلی مجسمه سازی را تشکیل نمودم و اولین اثرهای من هم وقت به میان آمد، ساخته شد و بعدا این تا سال 95 من کار کردم و بعد سال 95 من کمی شغل خود را عوض کردم، یعنی که استاد خانه ها بودم، هم معلم بودم و هم در خانه ها برای زندگی عائلوی یک پیشبردش کارها میکردیم. اون هم هنر بود. البته وی هم هنر بود و هنری که نزدیک به رسامی آرایشگری بود و از سال 2009 گویم این طرف من قریب که پیوسته به همین کار مشغول هستم و از سال 2011 تمامی کارهای دیگر رو یک طرف گذاشتم و فقط از پس همین شغل هستم. من از یک چنانه که از استاد خود یادآوری شدیم، من یک اسپکه می سازم که وی همه خیلی تیز ساختن هم ممکن است. تمام ملت ها را با عنصرهای گوناگون ایجاد فرهنگیشان میشناسند. مثال در کتاب های دیگر خلق ویتنام را با ساختن آن یک کلاهی که از خس میسازند، از قمیش میسازند، با هوای میشناسند. مثال دولت مصر را با اون مالهایی که وابسته به احرام های مصر و اون شتور یا دیگر چیزهایی که آنها مخصوصی همون دولت هستند، یک رمز هستند، با هوای میشناسند. و امروز تاجیکان سزاوار آن هستند که با پیشنهاد بزرگترین عنعنه‌های ملی خود وابسته به هنرهای ملی از خود یک فعالیت و کوششی را نشان دهند که تا آن باعثی شناخته شدن ملت گردد. زیرا که استاد لایق میگویند که ای شرق تو ابتدای خط و قلمی، دروازه آفتاب زرین علمی، البرز یا آبیده فردوسی یا منبر شعر و شاعران عجمی. من چنین میشمارم که رسالت من همچون یک هنرمند، همچون یک آموزگار، این اولا احترام به وطن است، به خاک آن است و به تمام بزرگانی که در عرصه جهان بهر این ملت را بازم نامدارتر کردن، شناخته شدن این ملت از خود جان فدایی ها کردند. این یک شکل بوزی کوهی است، بوزی که وی در تمام کوهستان تاجیک و اصلا در بدخشان زیاد وا میخورد. ما یک شکل این را ساخته ایستاده ایم و این خودش یک نشانی غروری کوهستان تاجیک است و من یک بوزی کوهی دیگر را که ساختم و اگر امکان باشد حاضر آوردن ممکن است. سبب همین دیکاری که ما این بوزی کوهی را ساختیم و در گویم که یک سنگی بالای شاخ ایستاده است و این قدم به پیش مانده ایستاده است، این نشانی سربلندی کوههای ما است. کوههایی که آن تنها تسخیر به عمل و جاده نیک است، یعنی که تمام آن خزینه هایی که در کوهستان ما موجود است، آن تنها پشتی علم بزرگ، فرهنگ بزرگ انشاءالله تاثیر کردن ممکن است
بعد هم که ساختن این باید کمی شق شود، یعنی که وزی لوی ما ملایم است و اگر ما به این بسیار گویم که دست رسانیم بعد میتواند که شکلش عوض شود. از همین روی باید که کمی شق شود و بعد اون ما میتوانیم این رو یک آبلته میگوییم کمی شفاف سازیم تا اینکه باز هم شفافتر و جالبتر به چشم نماید. ما میتوانیم پزیم و با رنگ‌های آبی میتونیم رنگ کنیم و برخی از مهمانان خارجی که به مال‌های ما نظر می‌افکنند آنها بسیارتر مال‌هایی که با خودی لایکر داشته باشد همین رو زیادتر میپذیرند. از این روی ما میتوانیم این رو هم رنگ نکرده تیار کنیم و یا اینکه بعدی بود تیار کردنش سیری صفال کنیم، این رو هم کردن ممکن است. اولی کاری ما این در مرکز قپیدن لای. اگر در مرکز قپیده پس هر شکلی که کوزه یا گلدان یا خومچه که ما میبروریم و بعد میبروریم. اساساً چرخ‌هایی که ما کلالگران کار میکنیم این چرخ‌های معمولی از قدیم آمده، این اصلا چرخ‌های پایی است، یعنی که در همین تیره که ساخته شده است و به واسطه پا گردش داده بشود و بعداً در روی همین چرخ استای اون چی میسازد و حاضر وابسته به پیشرفت زمان چرخ‌های که به واسطه کوی برق گردش میخورد هم و کاری وی هم تیزتر است و اون چرخ‌هایی بگوییم که بسیار فعال هستند. دستاوردهای ایجادی که تا این دم داشتم در دولت کرگستان با اون نمونه یک بلبلی داریم که وی یک مالی ملی ماست، پشتکی که با آوازش با شکلش در تاجیکستان بسیار معمول است و اون را من از استاد خود اشورعلی یادگارov آموخته بودم. من آن را زیادتر در ترغیب و پیشنهاد تماشابینان گذاشتم و این چنین تمام آن مال‌هایی که تا آن دم در گوییم که خزینه ایجادی من بود آنها در همون نمایشگاه و معرفی شدند و این سفر یک خلاصه های آن را به ما داد که ما باید که در صفت کاری خود در شماره کاری خود همیشه یک کوشش های بسیار صفتناک انجام دهیم. اولا باید همین رو گویم که هر انسان به طور خود یک عالم است. این به گفته حضرت جلال الدین بلخی هر یک آدم خود یک عالم است و هر ایجادکاری کلالگری که یک اثر خود را می‌آفرد وی الکی در آنجا یک فطرت خود را جای می‌دهد و این پشت تخیلی وی به دنیا می‌آید این اثر و از همین سبب با این رو اثر می‌گوییم، زیرا که هر یک هنرمند با سبک خود از دیگر هنرمند فرق می‌کند و این رو من فقط به هنر کلالگری
منسوب نمیدانم. تمام هنرها نابسته از شکلشون، آنها یک چیزهای ناتکرار هستند. این فقط به اون مالهایی که در زواد یا یکون فابریکه استحصال می شود و فقط یک نموده باشد دخل ندارد و تمام کار دستی اینها قریب که تکرار نشونده هستند. بدیهیت دارند. بله. و اثرهایی که من، تمام مالی که من اثر خود میگویم، این منسوبی ملت ماست و هر یک شخص این یک جزء این وطن است و از این سبب مالهای ما تجسمگری فرهنگ این ملت است، تاریخ این وطن است و از این سبب آنها اثر هستند، برای من بسیار قیمتی بزرگ دارند. هر مالی که من ایجاد میکنم و یک تکیه بر ادبیات ما دارد، به فرهنگ ما دارد و من به تمام ایجادیات حضرت حافظ، جلال الدین بلخی، حضرت عمر خیام و نظامی گنجوی، ناصر خسرو و تمام بزرگانمان تکیه میکنم و زیرا که من کوزه آفریدم که اون رو من کوزه ساقی نام ماندم و حضرت ابو عبدالله رودکی اثری دارند با نام مادری می و بعداً در تمام ایجادیات جلال الدین رومی و اینچنین حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، عبدالرحمن جامی، تمام این بزرگان همیشه درباره یک ساقی و جام و باده وی سخن کردند و من کوشش کردم که اگرچه در دنیای شعر به جای نرسیده باشم هم در اثرهای خود همچون یک کلالگر توانسته باشم که همین کوزه ساقی را آفرم. و من این را به تمام اون مهمانان خارجی که به مال ما توجه پیدا میکنند و با ما سوال جواب میکنند من البته معرفی میکنم، زیرا که تاجیکستان این وطنی عاشقان است، وطنی که در آن بزرگترین علامه ها، در آن بزرگترین فردها به دنیا آمدند و امروز یک افتخار بزرگ تاجیکان است که سرور کشور ما از منبر سازمان ملل متحد زبان تاجیکی را ترغیب میکنند و بهترین پیشنهادهایی که در عرصه جهان این یک نشانه بشردوستی است، این مشکلات آبی روی جهان و همه این یک نشان دهنده آن است که تاجیکان یک تاریخ بزرگی تمدنی دارند.
چنانه که در بالا گفتیم هر یک اثر نمونه ایجادی یک ملت باید که یک عنصرهای معینی خود را داشته باشد و تمام اثرهایی که من ایجاد میکنم با کوشش میکنیم که با یک اسلوبی ملی، با یک اسلوبی خاص تاجیکانه آرایش شود که آن تجسمگری ملتی تاجیک باشد و نقشهایی که ما زیادتر در اینجا استفاده میبریم این نقشهایی هم مرگوله هست هم چکن و امروز ها ما علاقه نقشی اطلس و ادرس رو در هم کوزا و هم لباس هایی که ما در این زنهای آفریده خود آرایش میدهیم بسیارتر همین رو ما رعایت میکنیم و کوشش میکنیم که هر یک اثری ما یک خردترین اسلوبی آرایشی تاجیکانه داشته باشد زیرا که مثال مردم شرق رو در این سفیدی که شما چنانه که میبینید با گویم که ریش میشناسند ریش خودش و ساله اون ملی است و جامعه همه اینها یک تجسمگری یک عنعنه های ملی ماست. با دستیابی و امکانیت هایی که ما توانیم با پیچ کوب و سیری سفال تامین شویم ما میتوانیم که همین رو با سیری سفال انجام دهیم و قربیت آن زیادتر است یعنی که مردم صنعت شناس مالی که با سیری سفال آرایش شده است زیادتر میپسندند زیرا که وی در یگان بادو خنکی ها یعنی که ویران نمی شود و جلوی مخصوصی یک بگیم که شیشگین دارد و این یک آرزوهای امید میکنم که نزدیک ماست که باید انشاءالله عملی می شود و حال حاضر ما وابسته با امکانیتی که داریم تمامی وقتی که در اختیار ما هست ما کوشش میکنیم که با آموزاندن شاگردان خود با همین اسلوب آرایش آنها را با آن تیار کنیم که وقتی که ما همین سیری سفال را دسترسی پیدا کردیم توانند که با سیری سفال کار کنند و یکی از نیت های ما این است که با تیار نمودن شاگردان زیادتر توانیم که آینده در خانه ها در منطقه ها همین هنر را رشد دهیم زیرا که هرچقدر شماره هنرمند زیاد باشد همانقدر بگیم که ایجاد زیاد می شود نمونه ایجادیات زیاد می شود تمام دعای ما هنرمندان آن است که بگذار این ملت با تمام آن بایگری های معنوی و مدنی که دارد بازم برای آیندگان یک میراث بزرگ باشد و بزرگتر از این خاک، بزرگتر از این زبان، بزرگتر از این وطن برای ما دیگر هیچ چیز مقدسات نیست و من تحسین و آفرین میگویم به تمام مادرانی که برای تربیت و به دنیا آوردن بهترین فرزندانی که در آینده آنها نامبردار این ملت خواهند بود
همیشه سپاسگزار هستیم. این کوزگران که دست بر گل دارند، گر عقل و خرد نیک برو بگمارند، هرگز نزنند مشت و سیلی و لگد، خاکی پدران است نکو می دارند.